آدم همزن میخواد انتخاب بکنه، این دفترچه راهنما رو قبلش میخونه، یاد بگیره چطوری استفاده کنه. بعد چطوری همسر انتخاب میکنیم ولی نمیریم یاد بگیریم چی کار باید بکنیم تو ازدواج. مشاوره نمیگیریم. ازدواج 3 مرحله داره. مرحله اول عاشقی یا شیفتگیه، مرحله دوم چالش هاست و مرحله سوم تعامل سازنده. متاسفم که اینو میگم ولی اکثر ازدواج ها تو مرحله دوم گیر میکنه. اینایی که هر روز دعوا میکنن، بعد میگن دعوا نمک زندگیه چون میخوان بپوشونن. اینایی هستن که میگن خر نشی زن بگیری، خر نشی شوهر بکنی. اینا همونن که متاسفانه خیلی از پدر مادرای ما هم ممکنه توشون باشن. یاد نمیگیرن چالش ها رو حل بکنن. عده خیلی کمی فقط وارد مرحله تعامل سازنده میشن که این عده میبینی درآمدهای بالا، موفقیت‌های شغلی، اخلاقای خوب، پکیج موفقیتن، اعتبار زیادی بین اطرافیانشون